وقتی که اسم خلافکار به گوشمون میخوره، توی ذهنمون یه مرد هیکلی با صورت خشن و خط خطی ظاهر میشه. اما توی این کره خاکی با تقریباً 8 میلیارد جمعیت، زنانی هستن که از 100 تا مرد خطرناکتر و خلافکارترن. به همین خاطر توی این ویدیو میخوایم 10 تا از خطرناکترین و تحت تعقیب ترین زنان دنیا رو ببینیم که بعضیاشون بیرحمانه و وحشتناک ترین کارها رو انجام دادن. نفر دهم، کریستی امبرگ. کریستی متولد کشور استونیه. اون در ابتدا در سال 2018 به دلیل قاچاق مقدار زیادی مواد مخدر به 1 سال و 9 ماه زندان محکوم شد. اما حکم اون تحت شرایط خاصی که امبرگ نباید مرتکب بشه به حالت تعلیق در اومده بود. با اینکه حکم صادر شده حکم سنگینی نبود، اون شروط رو زیر پا گذاشت و تصمیم گرفت از زندان فرار کنه. این کارم کرد. از روز بعدش همه جا عکس اون رو زدن و فراری اعلامش کردن و گفتن که هر کسی اینو دید باید بیاد به ما بگه. اما تا به الان و بعد از گذشت 6 سال از اون روز، هنوزم که هنوزه، پلیسا نتونستن پیداش کنن و کریستی امبرگ تبدیل شده به یکی از تحت تعقیب ترین افراد اروپا. درسته که امبرگ سابقه خشونت‌آمیزی نداره، اما میتونه با توجه به شرایط غیر قابل پیش بینی و خطرناک باشه. شماره 9، النا پوزیروویچ. پوزیروویچ یکی از وحشی ترین قاچاقچیان انسان توی سراسر اروپا بود. النا پوزیروویچ مسئول دستگیری زنان جوان روسی بود که بعد از دستگیری اون زن و دخترها رو به طور غیرقانونی به اسپانیا می آورد و می بردشون به باشگاه خودش. بعد از این اتفاق النا تمام زنان رو مجبور به فحشا می کرد. یکی از این دخترایی که توسط پوزیروویچ به برده تبدیل شده بود از دست النا فرار میکنه و میره به پلیس میگه. پلیس هم میاد حکم 5 سال حبس به النا به دلیل بازداشت غیرقانونی یک انسان دیگه میده، به علاوه 5 سال دیگه برای جنایت علیه حقوق شهروندان خارجی، چون النا اون دختر رو از روسیه آورده بود به اسپانیا و شهروند خارجی به حساب می اومد. پلیسا تا به همین الان دنبال بقیه دخترهایی بودن که توسط النا پوزیروویچ دستگیر و به برده تبدیل شده بودن، اما متاسفانه هیچ خبری از اونا نیست و معلوم نیست که تا الان کجان و چه اتفاقی براشون افتاده و پلیس هم هیچ مدرک مهمی نداره که بتونه النا پوزیروویچ رو دوباره محاکمه کنه. به همین خاطر النا یکی از خطرناکترین زنان اروپا شناخته میشه. شماره 8، شاکور گازیوا. کسی که یوروپول به تازگی اونو به لیست زنان تحت تعقیب خودش اضافه کرده. شاکور تنها عضو زن باند سارقینی بود که سال 2014 تا سال 2015 از چندین خونه دزدی کردند. گازیوا تا به الان 28 بار از خونه‌های مختلف دزدی کرده. اونم نه در یک کشور، در کشور و شهرهای مختلف این کره خاکی. اون در آخر در سال 2015 شناسایی و دستگیر شد. سال 2017 بود که با قید وثیقه آزاد شد و از کشورش یعنی مالت فرار کرد و تا به همین الان پیدا نشده و طبق گزارشات یوروپول اون جزو 10 تا از تحت تعقیب ترین زنان اروپاست و معلوم هم نیست که شاید همین الان دوباره داره از خونه های مردم دزدی میکنه. شماره 7، جسیکا ایتو. جسیکا یکی از معروف ترین زنان تحت تعقیبه و به طور خاص توسط مقامات قضایی فرانسه در رابطه با یک پرونده بین المللی قاچاق انسان و یک عملیات پولشویی تحت تعقیبه. جسیکا یکی از 24 نفری بود که چند سال پیش به خاطر قاچاق انسان محاکمه شدند. اعضای این گروه 24 نفره متهم به استخدام دخترانی از شهرهای کوچیک نیجریه و انتقال اونا به فرانسه و مجبور کردنشون به فحشا بودند. این گروه به دختران نیجریه‌ای قول مهاجرت راحت و رایگان به فرانسه رو میدادن، ولی خب این یه دروغ بزرگ و دور از باور بود و این دخترها توی بدترین شرایط قابل تصور نگهداری می شدن.
این گروه تونسته بودن با این کار ماهانه حدود $150,000 معادل 8-9 میلیارد تومان در ماه از قربانیاشون پول در بیارن. اونا حتی به جسد دخترها هم رحم نمی کردن و فقط به مبلغ $10 میفروختنش. جسیکا ایتو هم مادر این گروه بود، اما در حال حاضر خبری ازش نیست و چند وقت بعد از دستگیری با وثیقه آزاد شد. بعد از اینکه آزاد شد دیگه رفت که رفت و همین الانم هیچ خبری ازش نیست. ممکنه توی فرانسه باشه، توی بلژیک باشه، توی آلمان باشه. هیچ کس هیچی نمیدونه. شماره 6 جیلی بالدوزا. جیلی یکی از تحت تعقیب ترین زنان هاوایی به حساب میاد که در حال حاضر توسط FBI به طور ویژه تحت تعقیبه. اون برای اولین بار در سال 2009 با شوهرش به خاطر کلاهبرداری وام مسکن مجرم شناخته شد. این دو نفر از نفوذی که داشتن نهایت استفادهشون رو کردن و با مدارک جعلی صاحب خونه های هاوایی رو متقاعد میکردن تا برای رشد مالی خونه هاشون رو ول کنن و بسپرن به این دو نفر، یعنی جیلی و شوهرش. اما جیلی و شوهرش به جای اینکه به این افراد کمک کنن، خونه ها رو با مدارک جعلی میفروختن و پولش هم برای خودشون خرج میکردن که با این کار کلی خانواده رو بدبخت کردن. سال 2010 قرار بود این دو نفر توی دادگاه حضور پیدا کنن، اما در عوض کار راحت‌تری رو انجام دادن، فرار کردن و تا الان بعد از گذشت 14 سال ازشون هیچ خبری نیست و هیچ کس نمیدونه که اونا کجان. حتی اگه توی سایت FBI هم برید میبینید که برای دستگیری این دو نفر جایزه $10,000 در نظر گرفته شده، اما فکر نکنم کسی بتونه این جایزه رو ببره. شماره 5 جوهان چسیمارد. اون به دلیل قتل یک مرد در نیوجرسی دستگیر شد و محکوم به گذروندن عمرش توی زندان شد. اما دقیقاً در 2 نوامبر سال 1979 با موفقیت از زندان فرار کرد. حالا چجوری شو فقط خودش میدونه و از اونجایی که فکر کنم فهمیدید دیگه تا الان دیده نشده مثل قبلیا. اما FBI برای کسی که جای اونو بگه $1,000,000 یعنی 50 میلیارد جایزه در نظر گرفته. البته که دیگه اصلا معلوم نیست این جوهان چسیمارد ما زنده است، مرده است، چند سالشه، کیه، کجاست. عمرن کسی بتونه این جایزه رو بگیره. برای 4 نازیرا ماریا کراس. نازیرا در سال 2008 متهم به مسموم کردن شوهرش شد. اونم نه مسمومیت عادی، مسمومیتی که باعث مرگ شد. دلیل اصلی این که ماریا کراس چرا این کارو کرده هنوزم مشخص نیست. اما نازیرا بعد از اینکه شوهرشو کشت، اونو برد به یه مزرعه نزدیک خونشون و همونجا با نهایت آرامش دفنش کرد. اون بعد از قتل توسط پلیس بازجویی شد، اما بلا فاصله بعد از آزاد شدن و اتمام بازجویی از کشورش فرار کرد و بعد از اون دیگه دیده نشده. البته که چرا، توی سال 2014 در زمان دستگیریش در کشور پرو پیدا شد. نازیرا یه شهروند کاستاریکایی بود، اما بعد فرار از کشورش رفت به کشور پرو. از اونجایی که چندین سال بود پیداش نمی‌کردن، تقریبا خیالش راحت بود. اما پلیس اونو بعد از 6 سال توی خونش دستگیر کرد و انداختتش زندان. نفر 3 گالین ماکسول. گالین به عنوان تحت تعقیب ترین زن جهان شناخته میشه. اون در واقع دختر یک سرمایه‌دار رسانه‌ای به اسم رابرت ماکسوله و ظاهراً نقش پررنگی توی پیدا کردن قربانیان زیر سن قانونی داره. اون چندین هزار برده جنسی رو با دستور رئیسش پیدا و به کشورهای مختلف میفرستاد که بعد از مرگ رئیسش اون تبدیل به یک روح شد و برای آخرین بار همون موقع توی یک رستوران در کشور آمریکا و در شهر لس آنجلس دیده شد. حتما همون موقع فهمیده که پلیسا همه داستان رو فهمیدن و اگر بمونه ممکنه همه جرما به اسم اون تموم بشه. بعد از اون اتفاق پلیسا پیداش نمی کردن. اونم تا سال 2020
یعنی تقریباً 3-4 سال پیش که پلیسا پیداش کردن و گرفتنش و دادگاه هم بهش 20 سال حبس داد و در حال حاضر توی زندان داره به زندگی خودش ادامه میده. شماره 2 یکی از معروف ترینا، حیات بومدین. حیات در یک خانواده مهاجر در حومه شرقی پاریس به دنیا اومد. مادرش وقتی که اون 8 سالش بود درگذشت و بعد از اون توسط خواهر و برادراش تحت مراقبت و سرپرستی بود، چون پدرش به ندرت به اونا سر میزد. بومدین توی سال 2009 با آمدی کولیبالی ازدواج کرد که در باگنو که یک شهر جنوبی پاریسه با همدیگه زندگی میکردن. در سال 2010 بومدین 4 روز پیاپی مورد بازجویی پلیس قرار گرفت، اونم به خاطر پیدا کردن مقدار زیادی تفنگ تهاجمی توی خونه اونا که بعد از کلی کش و قوس این 2 نفر آزاد شدن. تا سال 2014 دیگه خبری ازشون نبود، اما دوباره در سال 2014 کولیبالی بومدینو دقیقاً توی 31 دسامبر 2014 از فرانسه به مادرید اسپانیا برد و تا 2 ژانویه هم همراهش بود. اما بعد از اون کولیبالی رو تنها گذاشت و به همراه یکی از دوستای خودش به ترکیه رفتن. 2 روز بعدش یعنی 4 ژانویه از طریق جنوب شرقی ترکیه و مرز سوریه به سوریه فرار کردند. طی این مدت کولیبالی و بومدین تماس‌های زیادی با هم دیگه داشتن. کولیبالی هم دقیقاً توی همون زمان داشت حملات تروریستی متعدد انجام میداد و پلیس هم در به در دنبالش بود که در آخر در سال 2014 در پی اتفاقات ایل دو فرانس که 17 کشته داشت، کولیبالی هم توسط پلیس کشته شد. حیات بومدین هم در کل این سالها تحت تعقیبه، چون کمک خیلی زیادی به کولیبالی میکرد و حتی چندین آدم هم کشته بود. اما هنوزم که هنوزه بعد از فرار از ترکیه هیچ خبری ازش نیست. البته که دادگاه فرانسه این فرد رو محاکمه کرده، اما این محاکمه غیابی، چون هیچ کس نتونسته حیات بومدین رو پیدا کنه و معلوم نیست کجاست. حیات بومدین هم که به شدت خطرناک و بیرحمه. بالاخره رسیدیم به نفر اول، آدینا آرلانو فیلیکس. آدینا آرلانو فیلیکس ملقب به تیجوانا اولین قاچاقچی زن مکزیکی بود که کنترل یکی از قدرتمندترین و خشن‌ترین گروه‌های مواد مخدر مکزیک رو بر عهده داشت. در سال 2000 پلیسا تعداد زیادی از قاچاقچی‌ها رو دستگیر یا با گلوله کشتن، اما آدینا همچنان داشت به کار خلاف خودش ادامه میداد. اون مسئول پولشویی میلیون‌ها دلار بود و هر چیزی رو که میتونست و میدونست براش سود داره قاچاق میکرد، از انسان تا بی‌ارزش‌ترین چیزها. البته که اون خیلی باهوشه، چون تا به الان هیچ اطلاعاتی نیست که بشه با قاطعیت گفت اون یه جنایتکار و خلافکاره. بعد از ظهور قاچاقچی‌های جدید دیگه خبری از آدینا آرلانو و گروهش نبود و پلیس همچنان دنبال مدرکیه که بتونه اونا رو دستگیر کنه و بکشتشون. اما خب گفتیم آدینا خیلی باهوش‌تر از این حرفاست. البته که خیلی ها میگن شاید اون در همین لحظه از پشت پرده داره همه چیزو کنترل و اداره میکنه. این زن خیلی خطرناکه. نظر شما درباره این زنان با این کارهای بیرحمانه چیه؟